را ادا کردی به میلت زنده باش. خوش آمدی ای سروری اولی نسبم، رخشنده زیراغون تو گردیده شبم. امروز که فخری همه عالم شده ای، از وحدت و از صلح تو باشد طربم. از سوخت و حصار تاج ملت ماییم، از رشت و زرفشان فضیلت ماییم. در سایه پیشوای ملت نوریم، خطلان و بدخشان سیاست ماییم. خوش آمده جناب عالی. نخست در دانشگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمترسانی در ساحه سیاحی و خوابگاه و آشخانه دانشجویان دانشگاه را مورد استفاده قرار دادند. بینای 8 آشیانه تعلیمی مرکز رشد ملکه‌ها دارای 92 صنفخانه و 24 حجره کاری میباشد که میتواند در یک وقت تا 3200 نفر دانشجو را به تعلیم و تربیت فرا بگیرد. چنین شرایط‌های مساعد ما را وادار می‌سازد که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر پیشرفت وطن عزیزمان صادقانه خدمت نماییم و آن را با تمام هستی دوست و گرامی داریم. تأسیس مرکز تعلیمی برای تامین اداره‌کنی سمت‌های مختلف دانشگاه، همگرایی سمت‌های گوناگون فعالیت و مؤثرسازی روند تعلیم نقش اساسی دارد.
مرکز با استفاده از ذهن سنی تمام معلومات رو هم برای دانشجو، هم برای والدین دانشجو، هم برای رهبریت با تمام مردم یک معلومات رو پیشنهاد می نماید. این باعث خرسندی است که والدین همه روزه طریق کد مخصوصی فرزندش از روندی بها گرفتن فرزندش، از تربیه فرزندش، از اشتراکش به درس‌ها نظارت میکند. در مرکز رشد ملکه‌ها کسب آموزی و خدمت‌رسانی در ساحه سیاحی در مرحله اول 4500 نفر به تحصیل فرا گرفته میشوند. در اینجا در مجموع از روی 14 اختصاص دانشجویان به آموزش فرا گرفته میشوند. هر یک صنفخانه با نظرداشت طلبات کسب انتخاب نموده دانشجو با تجهیزات و عیانیت‌های موافق خوانش تامین کرده شده است. مرکز در دایره تطبیق برنامه دولتی کسب آموزی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در همکاری با بانک آسیایی رشد برای صاحب کسب نمودن شهروندان بنیاد گردیده است. باعث افتخار است که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروز مرکز رشد ملکه‌ها خدمت‌رسانی و کسب آموزی در شهر دوشنبه افتتاح گردید. قابل قید است که این گونه مرکزها 5 عدد در جمهوری فعالیت می‌نمایند که به واسطه با آموزش متخصصان بلند اختصاص فعالیت می‌نمایند. اساساً کسب‌های زمانوی برای مانده شده‌اند که با مانند کسب‌های کفشیرگری گازی برقی، اپراتوری درون ها، برقچی اوید به قسم های برقی اتومبیل و اینچنین کسب های ساحه سیاحی با مانند خدمت رسانی مهمانخانه، راه بلد و دیگر کسب ها برای مانده شدند. مثلا در این صنفخانه متخصص اوید به تعمیر قسم های برقی اتومبیل یعنی الکترومبیل ها آماده کرده می شوند که این صنفخانه با تمام تجهیزات های زمانوی جهازانده شده است. بنای 5 آشیانه خوابگاه که امروز افتتاح یافت با 92 حجره برای 368 دانشجو پیش بینی شده است. هر یک حجره مطابق با طلبات ضروری جهازانیده شده، در آن برای بدوباش دانشجویان شرایط ضروری فراهم گردیده است. دانشگاه بین‌المللی سیاحی صاحبکاری تاجیکستان در دوران استقلالیت جهت بلند برداشتن مهارت و ملکه کسبی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه خیلی شرایط خوب فراهم آورده شده. تحفه بی‌نظیر در عرفه سال نو تحصیل در روز دانش و درس سال با تمام دانشجویان و کارمندان و آموزگاران دانشگاه بین‌المللی سیاحی صاحبکاری تاجیکستان تقدیم کرده شده است. در بینای 3 آشیانه تعلیمی که قسمی از مرکز رشد می باشد، تالار برهوای ورزشی و حوض شناوری جایگیر کرده شده است که با استفاده از شرایط 5 نمود مسابقه ورزشی به راه مانده می شود. آشخانه نو دانشگاه در یک وقت به 336 دانشجو خدمت می رساند. در تالار آشخانه واخوری راهبری دولت با 80 دانشجوی یتیم برگزار گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان را به آموزش علم‌های معاصر، زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی هدایت نمودند. باید گفت که دستگیری یتیمان زیر توجه پیوسته حکومت کشور قرار داشته، فراهم کردن شرایط هوسمندی دانشجویان را برای آموزش علم‌های معاصر دوچند می‌گرداند. این جشن مبارک باشد. من به شما پیش از همه سلامتی می‌خواهم و در هر کدام زینه‌ای که تحصیلات نکرده ایستادید، وظیفه دولت و حکومت مملکت از آن عبارت است که مخصوصا شما را کمک نماید تا سطحی به حیات مستقل گسیلاندن تعلیم و تربیت دهد. دیگرش از خود شما وابستگی دارد. شما امروز در یکی از دانشگاه‌های سطح بین المللی قرار دارید که بیش از 20,000 دانشجو دارد و تمام کسب و کارهای حتی غیر علم آموختن با کسبیت‌های زیاد در خود بعضی دانشگاه شرایط مهیا کرده شده است که دانشجو از آن تعلیم و تربیت گرفته صاحبی چند کسبی دیگر هم شده میتواند. دیگر که در وقت تعلیم، در وقت تربیت به نهایت از وقت از تعلیم و تربیت مربیان، آموزگاران ثمرناک استفاده برید. نورسی جوانی تیز میگذرد. بعد کلانسال شدید، حیات مستقلانه گذشتید، با شما کسب در کار، سواد در کار
که زندگی مستقلانه خود را پیش برید. نمیره به نوبت گیرید حالا وقتی تنها خواندن است هوش و گوشتان با کتاب، با تعلیم، با تربیت و آماده بودن به حیات مستقلانه برای این سواد داشتن کن، برای کسب داشتن کن، هنر داشتن کن که با کسی آینده محتاج نگردید. وقتی انسان کسب دارد، هنر دارد، سواد دارد، همه چی پیدا میشد. و شما موفقیت، خوانش خوب و اعلی، توفا را گرفتین. سلامت باشید. در شرایط امروزه جهان معاصر فراهم آوردن امکانات ضروری برای علم و دانش آموزی جوانان مهمترین وسیله آماده کردن کادرهای بلند اختصاص خویشتنشناس به حساب می رود. شرایط معاصری که در دانشگاه آماده شده ایستادن برای باز هم هوسمند نمودن استادان خیلی شرایط زیاد فراهم شده است، از جمله شدن کارگاه دوزندگی برای 200 نفر در دانشگاه، پارک های تکنولوژی، تأسیس کارگاه های نوی استحصالی برای دانشجویان و استادان دانشگاه. این یک خیلی پدیده نو است و برای تیار کردن متخصصان سطح بین المللی تمام شرایط مهیا گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این روز بعد شناسایی بالایه‌های یک قطار انشاءات برای بنیاد بینای تعلیمی 12 آشیانه در حدود دانشگاه و بینای تعلیمی 7 آشیانه دانشکده بین المللی خوجند نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان اساس گذاشتند. بینای علاوگی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان از 72 صنفخانه برهوا عبارت خواهد بود و برای 1500 دانشجو پیش بینی شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولین سپارش دادند که انشاءات را با نظرداشت طلبات معاصر تعلیم، معماری ملی و با صفت بنیاد نمایند. این مرکز امکانیت میدهد که بیشتر دختران هنر آموزی کنند و همون لباس‌های ملی که پیش می‌دوختند اکنون آن به شکل زمانوی تیار کنند، آنها را دوزند با رنگ‌های منقش. همزمان در این روز کارگاه تعلیمی و استحصالی دوزندگی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. در اینجا برای 200 کس مطابق به طلبات شرایط فراهم آورده شده است که دانشجویان در برابر آموزش به کار مزناک جلب کرده می شوند. محترم کارمندان ساحه معارف، استادان و آموزگاران، دانشجویان و خوانندگان و حاضرین گرامی، در عرفه سال نو تحصیل، روز دانش و درس صلح، همه شما و مخصوصاً کودکانی را که بار نخست به آستانه مکتب قدم میگذارند صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. ملاقات هر ساله با دانشجویان و خوانندگان و کارمندان ساحه معارف کشور در روز دانش فرصت خوبی فراهم می آورد که ما وضع این ساحه حیاتاً مهم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. زیرا محض دانش عامل اساسی رشد استوار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر یک دولت، اینچنین سرچشمه موفقیت و زندگی آسوده هر یک انسان می باشد. نیاگان خردمند و روزگار دیده ما دانش را بهوده قطب‌نمای زندگی، چراغ روشن، جوشن تن، پرچم ظفرمندی و استادی بی‌منت نگفتند. در این بابت فردوسی بزرگ در شاهنامه بیزوال خود چنین گفته است: بیاموز و بشنو ز هر دانش، بیابی ز هر دانش رامیش.
در زمان ما که رشد با سرعت و بی‌سابقه علم و دانش، تکنیک و تکنولوژی ها و بخصوص ذهن صنعی خصوصیت برجسته آن می باشد، دانش آموزی اهمیت اولین درجه و حتی حیاتی پیدا کرده است. یعنی عصری که ما در آن کار و زندگی کرده ایستادیم، عصر علم و دانش، کشفیات و اختراعات، تکنیک و تکنولوژی نوترین، زمان پیشرفت و ترقیات ملت و خلق‌های با سواد و دانشمند و نوآور و اختراعکار می باشد. به شرافت استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در تاجیکستان عزیز ما برای علم و دانش آموزی نسل نورس و جوانان تمام شرایط و امکانیت‌های ضروری مهیا کرده شدند. هر سال در مملکت صدها مؤسسه نوی تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی، مرکزهای تحصیلات علاوگی، زبان آموزی و آموزش فنهای دقیق بنیاد و به استفاده داده می شود. تأکید می نمایم که تمام پیشرفت و دستاوردهای ما از جمله در ساحه معارف، حیات شایسته و آسایشته مردم پیش از همه به پایداری، صلح و آرامی و ثبات سیاسی وابسته می باشد. بنابراین باعث قناعتمندی و افتخار است که سال نو تحصیل در دیار محبوب ما با درس صلح آغاز می یابد. صلح سر بلند و قامت بالای ما، بخت و سعادت هر یک خاندان و اساس پیشرفت دولت و ملت از جمله رشد ساحه معارف می باشد. در نوبت خود مکتب و معارف وسیله حفظ و تحکیم صلح و آرامی و ثبات سیاسی در جامعه به حساب می رود. چنانکه مشاهده می کنیم وقتهای آخر وضع گیوسیاسی سیاره با سبب تلاش‌های بی‌سابقه قدرت‌های جهانی برای از نو تقسیم کردن جهان، مسلح شوی با شتاب، تشکیل ترتیبات نو جهانی و دیگر روندهای خطرناک نهایت مرکب و حساس گردیده ایستاده است. در چنین وضعیت که امنیت جامعه بشری و حتی استقلال و آزادی کشورها زیر خطر قرار دارد، قدر و منزلت صلح و اهمیت ثبات و آرامی روز به روز می افزاید. در نتیجه جنگ و مخالفت‌های مسلحانه میلیون‌ها نفر ساکنان کشورهای گوناگون ترک وطن کرده، هزارها نفر از جمله کودکان و نورسان جان خود را از دست دادند و متاسفانه این وضعیت خطرناک ادامه دارد. چنین حالت بی سر و سامان تأثیر منفی خود را بی‌واسطه بر روند تعلیم و تربیت نسل‌های نورس و جوان رسانیده، حالا میلیون‌ها نفر کودکان از حق تحصیل محروم گردیدند. دور ماندن از تعلیم و تربیت در نوبت خود باعث کاسته شدن اندیشه صلح‌خواهانه و تلاش به خاطر صلح و آسایش می گردد. زیرا بر اثر مناقشه های جهان معاصر نه تنها انفراستراکچور تعلیمی خراب و ولنگار می گردد، بلکه فضای ترس و هراسی در نتیجه آن به وجود آمده بر روی کودکان و نورسان زیان کلان می رساند. از این رو ضرور است که در تمام زینه‌های تعلیم به مسئله ترغیب فرهنگ صلح آفری
وحدت و همدیگرفهمی، پیشگیری کردن تبلیغات کینه و عداوت، تفرقه اندازی و زورآوری و خشونت اهمیت مخصوص داده شد. من ضمن سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم که مردم ما نباید حوادث سالهای 90 عصر گذشته، جنگ تعمیلی شهروندی و عاقبت‌های دهشتناک آن را فراموش سازند، بلکه آن را همچون درس عبرت تاریخی دائم در خاطر داشته باشند. به قدر صلح و ثبات و وحدت و همدیگرفهمی همچون ارزش‌های بزرگ حیاتی رسند، احساس بلند وطندوستی داشته باشند. نورسان و جوانان را در همین رویه تربیت نمایند و به خوبی درک نمایند که آسایش و خوشبختی تنها در همدیگرفهمی و اتحاد و سرجمعی ملت است. اوضاع امروزه جامعه بشری جوانان ما را وادار می‌سازد که اندیشه صلح و ثبات و وحدت و همدیگرفهمی را همچون جزء مهمترین و جدای ناپذیر فرهنگ و هویت ملی قبول کرده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری این نعمت بی‌بها سعی و تلاش نمایند. تشبث نوبتی کشور ما دایر به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده ادامه منطقی تلاش‌های صلح‌خواهانه تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. سفربر نمودن سعی و تلاش جامعه جهانی به حل مسئولیت آمیز مشکلات سیاره از قبیل مخالفت‌ها، جنگ و نزاع‌ها، فقر و نابرابری و تغییریاب اقلیم که به صلح و امنیت نسل‌های آینده خطر دارند، ماهیت تشبث ما را تشکیل می‌دهد. از این لحاظ هنگام درس صلح از گذشته وزنین و نه چندان دور خلقمان یادآور شده شاگردان یعنی نسل‌های نورس و جوان را دعوت باید کرد که به قدر صلح و وحدت ملی رسند و این ثروت بی‌بهای زندگی را که ثمره عزم و تلاش و فداکاری و جان‌نثاری های جانمردان باننگ و آر و مردم شریفمان می باشد پاس دارند. حاضرین گرامی، چند سال است که در کشور روند اصلاحات ساحه معارف با مرام ادامه دارد. در این مدت سندهای زیادی معیار حقوقی تهیه و قبول کرده شدند. مبلغ‌زاری به این ساحه مهم سال به سال افزایش داده شد که این پیش از همه با بهتر گردیدن شرایط تحصیل، انفراستراکچور ساحه و وضع اقتصادی آموزگاران مساعدت کرده ایستاده است. علاوه بر مبلغ‌های بودجتی هر سال به ساحه معارف از حساب لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی مبلغ‌های زیاد جدا کرده میشه. حتی برای همین دانشگاه که امروز ما افتتاح کردیم در بنیاد همین 3 کورس 60 میلیون سامانی از حساب بانک آسیایی رشد سفربر کرده شده است. باید گفت که در 34 سال صاحب استقلالی ساحه معارف از حساب بودجت دولتی 67.4 میلیارد سامانی و از حساب لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 6.2 میلیارد سامانی یعنی در مجموع 73.6 میلیارد سامانی مبلغ‌زاری گردیده است. امروز در ساحه معارف 11 لایحه با مبلغ 4 میلیارد و 300 میلیون سامانی تطبیق شده ایستاده است. طی دوران صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان ساحه دوره به دوره بیش از 20 برابر زیاد کرده شد. با در نظر داشت منتظم افزودن شماره اهالی و وابسته به این زیاد شدن شماره خوانندگان ضرور است که ساختمان مکتب‌ها، سیمخانه‌های علاوگی
و با تجهیزات تعلیمی زمانوی تامین کردن آنها وسعت بخشیده شود. ما سپاسگزاریم که صدها نفر صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه در این سمت با حکومت مملکت همکاری ثمره بخش دارند. میخواهم با قناعتمندی قاطع نشان نمایم که طی دوران صاحب استقلالی از جانب صاحبکاران وطن دوست کشور و شخصان سخاوت پیشه به مبلغ 1,700,000,000 سامانی 1435 مؤسسه ساحه معارف با 231,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. برای همینم من از نام خود و حکومت جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر به کل صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه کل مردم تاجیکستان منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سال 2025 در قلمرو کشور از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری ساختمان 309 مؤسسه تعلیمی و بنا و صنفخانه‌های اضافه‌ای در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای بیش از 94,000 جای نشست ادامه داشته تا آخر سال زیاده از 200 بنای نوبنیاد با تمام شرایط ضروری به استفاده داده می شود. ما حساب کتاب کرده تحلیل کرده برآمده من در پیامم بیان داشتم. به حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدا ما پورا مکتبچه را با جای نشست تامین میکنیم. با در نظر داشته زیاد شدن شماره اهالی اینچنین با وجود آمدن محل های نوی اهالی نشین رهبران ولایت ها و شهر و ناحیه‌ها وزارت های معارف و علم مالیه کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی با جلب سرمایه داخلی و خارجی صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و اهالی باید جهتی بنیاد و از نوسازی بنای مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌های ضروری اندیشید. ما اولا غم انسان را خوریم، غم آینده ملت را. آینده کی است؟ نبیره و ابیره و فرزندان ما شما که آنها بی سواد نمانند. بینید در دنیا من اشاره کردم دائما تاکید میکنم چگونه با سرعت کیهانی ذهنی سونی پیش می رود. اما در کجا قرار داریم؟ هستن بعضا پیشروی ها لیکن کم. اگر هرچی قدر سطح معرفتناکی سوادناکی ملت بلند باشد دولت هرچی زودتر رشد می کند ترقی می کند پیشرفت می شود. البته این در 1 سال و 2 سال و 10 سال بازدهی نمی شود برای وقت در کار. محترم اهل معارف چنان که پیوسته تاکید می نمایم حکومت مملکت به وضع مؤسسه‌های تا مکتبی توجه خاصه دارد. زیرا نخستین فهمیش های کودکان درباره محیط و اشیا محض در همین زینه تحصیلات شکل می گیرد. در برابر پیشروی های معین در این ساحه هنوز مشکلات زیاد نیز جای دارند که پیش از همه کم بودن شماره مؤسسه‌های تا مکتبی و کودکان با تعلیم و تربیه تا مکتبی فرا گرفته شده از جمله آنها می باشد. در نظر باید داشت که افزایش با سرعت اهالی طلبات جامعه را به تحصیلات تا مکتبی سال به سال افزایش داده ایستاده است. چون این حالت رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وزارت معارف و این پدر و مادران را وادار می سازد که بنیادی مؤسسه‌های تا مکتبی و تأسیس شکل‌های الترناتیوی فراگیری به زینه تا مکتبی را گسترش بخشیده اجرای طلبات استراتژی ملی رشد معارف را در خصوص تا سال 2030 با 50% رسانیدن فراگیری و تحصیلات تا مکتبی تأمین نمود. همچنین
وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، مرکز ملی تستی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت زیاد نمودن جایها در اختصاص‌های تا مکتبی مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و در آینده پوره تامین نمودن مؤسسه‌های تا مکتبی با کادرهای صاحب اختصاص تدبیرهای سودمندانه شد. کشورهای متمدن، کشورهای رشد کرده، ترقی کرده از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اقتصادی، آنها تعلیمات 12 ساله دارند و حالا فکر کرده ایستادند که تعلیمات 14 ساله کنند. یکی از سبب‌های رشد، ترقیات، پیشرفت مخصوصا ساحه علم و تکنولوژی در این کشورها همین است. حاضرین گرامی، تحصیلات میانه عمومی یکی از زینه‌های مهم ساحه معارف محسوب یافته در دوران صاحب استقلالی با مقصد بهتر کردن شرایط تعلیم و تربیت هزارها مؤسسه تعلیمی زمانوی بنیاد کرده شد. در برابر دستاورد و پیشروی‌ها در نظام تحصیلات میانه عمومی همچون تحکرسی اساسی تعلیم و تربیت و عامل رشد نیروی انسانی هنوز یک قطار مشکلات و دشواری‌های حل طلب وجود دارد. تکمیل و بازنگری سندهای معیاری حقوقی، صفت تعلیم، تأمینات با کادرهای آموزگاری، کتاب‌های درسی، کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌ها، سوادناکی رقمی و تربیت نسل نورس در رویه خودشناسی ملی از جمله آنها میباشد. استاندارد دولتی تحصیلات میانه عمومی که همچون سند معین کننده این مضمون و سطح تحصیلات عمل میکند وابسته به پیشرفت و دیگرگونی‌های جهانی معاصر به تجدید جدی نیاز دارد. تهیه و قبول استاندارد نوی دولتی تحصیلات میانه عمومی که به نتیجه تعلیم شخصیت ساز و پیوستگی مکتب با حیات واقعی تکیه میکند امری ضروری است. تطبیق چنین اصلاحات باید در اساس تحلیل عمیق وضع کنونی تحصیلات و تجربه پیشرفته بین المللی عملی کرده شد. همچنین مطابق سازی استاندارد با شرایط مکتب‌ها رشد محیط اینواسیونی و رقمی باید تامین گردد. قبول استاندارد نوی دولتی باید به بهبود واقعی صفت تحصیلات، بالاروی قابلیت رقابت ختم کنندگان و تشکل نظام تعلیمی استوار و جوابگوی به نیازهای زمان مساعدت نماید. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، کمیته عاید به تحصیلات میانه و ابتدایی کسبی، مرکز تحقیقات استراتژی، اکادمی تحصیلات تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار باید وابسته به این مسئله با اشتراک متخصصان بلندپایه ساحه، آموزگاران تجربه‌دار، محققان و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی گروه کاری بین اداروی تأسیس دهند. در همه زینه‌های تحصیلات و مخصوصاً در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی صفت تعلیم عامل معین کننده نتیجه کار می باشد. برای رسیدن به نتیجه نظر است در این سمت تطبیق تدبیرهای زیرین را با مقصد موافق می شمارم. یکم، با در نظر داشت تجربه کشورهای موفق تهیه نمودن معیارهای یگانه معین کننده صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تعلیمی، زیرا 10 سال هاست که هم در مؤسسه‌های تعلیمی و هم در ساختارهای ساحه صفت تحصیلات تنها از روی بهای 4 و 5 گرفته خواننده معین کرده می شود. دوم، در زمینه استراتژی ملی ارزیابی صفت تحصیلات برای دوره تا سال 2044 تأسیس دادن مخزن یگانه
جهت تحلیل ارزیابی صفت دانش ملکه و مهارت تعلیم گیرندگان توسط تکنولوژی‌های رقمی. سوم، فراهم آوردن شرایط برای اشتراک در ارزیابی‌ها و برنامه‌های بین‌المللی. چهارم، پیوسته بررسی نمودن نتیجه‌های مانیتورینگ و ارزیابی صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تعلیمی و اندیشیدن تدبیرهای اضافی جهت بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت. تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری یکی از مسائل اساسی در ساحه معاری محسوب یافته. روند با مرام تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان با آن رابطه بی‌واسطه دارد. سال 2024 در اساس تقسیمات 3168 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی به مؤسسه‌های تعلیمی شهر نایاد سفربر کرده شدند. حالا مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کشور با 3848 نفر آموزگار احتیاج دارند که نسبت به سال گذشته یک برابر کمتر است. وابسته به این بار دیگر تاکید می‌نمایم که وزارت معارف و علم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایه باید در مدت یک سال مسئله نارسایی کادرهای آموزگاری را پورا برطرف نمایند. خود همین سال مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی را 17200 نفر ختم کردند. برای ما همگی 3500 در کار. یعنی که خودی حاضر تامین کردن ممکن سخت است. همزمان با این ضرورت پیش آمده است که با در نظر داشت جاری نمودن اقتصاد رقمی، تطبیق چاره‌بینی‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، مؤثر سازی روند تحصیلات، پورا تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری و دورنمای آماده سازی کادرها در ساحه آموزگاری، برنامه دولتی آماده نمودن کادرهای آموزگاری تهیه کرده شود. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های صحوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی برنامه مذکور را در مدت 6 ماه تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. یکی از مسائل مهم زینه تحصیلات میانه عمومی و در عموم ساحه معارف تألیف کتاب‌های درسی نسل نو میباشد. کتاب درسی باید خواننده را نه فقط به درجه شناخت علم رساند بلکه اندیشه او را بیدار سازد. در نهاد خواننده جهانبینی دنیوی، احساس وطن‌دوستی و خودشناسی ملی را تشکل دهد. وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های صحوی و مرکز تحقیقات استراتژی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان صاحب تجربه کانسپسیون تهیه کتاب‌های درسی را از نو تهیه و پیشنهاد نمایند. همچنین ضرور است که کتاب‌های درسی برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی پیش از نشر از تشخیص عالمان اکادمی ملی علم‌ها گذرانیده شود. وابسته به این وزارت معارف و علم وظیفه‌دار کرده می‌شود که کار را در این سمت تقویت بخشیده تا آخر سال روان احتیاجات مؤسسه‌های تعلیمی را با کتاب‌های درسی پورا قانع نمایند. همچنین امروز زمان فرا رسیده است که ما پداگوژیک ملی خود را با استفاده از دستاورد و نوگانی‌های زمان معاصر تشکل دهیم و انجام دادن این کار پیش از همه وظیفه عالمان ساحه پداگوژیک میباشد. حاضرین گرامی، در یکی از پیام‌های خود ذکر نموده بودم که زینه تحصیلات ابتدایی کسبی در شرایط کنونی یکی از زینه‌های افضلیت‌ناک تحصیلات کسبی در جمهوری بوده برای بلند برداشتن اقتدار ذخیره‌های انسانی و صاحب کسب نمودن شهروندان سهمی باسازا می‌گذارد. با در نظر داشتیم
اهمیت این مسئله و با مقصد تامین نمودن رشد منبعی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی درست پیش با قرار حکومت مملکت برنامه مخصوص برای دوره سالهای 2026 و 2030 قبول گردید که جهت عملی نمودن آن از بودجه دولتی 300 میلیون سومانی جدا کرده می شود. حالا در کشور 66 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت داشته. در آنها از روی 14 سمت و 330 کسب و اختصاص برای اقتصاد ملی کادرهای کارگری تیار کرده می شوند. در این مؤسسه‌های تعلیمی 23500 نفر خوانندگان با کسب آموزی جلب گردیدند که 1605 نفر آموزگار و 978 نفر استاد تعلیمی استحصالی با تعلیم و تربیت آنها مشغول می باشند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در نظام تحصیلات ابتدایی کسبی در سمت تجدید نظر نمودن استاندارد، نقشه و برنامه‌های تعلیمی، کتاب‌های درسی، مواد تعلیمی، استفاده تکنولوژی‌های معاصر در روند تعلیم کارهای معین به انجام رسانیده شده، گزارش به نظام بسیار خالی بهادهی همچون قدم نوبتی اصلاحات ساحه پیشبینی گردیده است. کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه دار کرده می شود که مسئله گزارش به نظام بسیار خالی بهادهی را در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی مورد تحلیل و آموزش قرار داده پیشنهاد خود را در مهلت 3 ماه و حکومت مملکت منظور سازد. سال 2024 مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی را بیش از 8000 نفر ختم کردند که 76% آنها با جای کار تامین گردیده، 24% با جای کار حاضر نشدند یا تحصیل را در زمینه‌های دیگر ادامه داده ایستادند. مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی حالا دارای 97 بنای تعلیمی با 29000 جای نشست میباشند که از این 14 بنا صدموی بوده، بناهای 12 مؤسسه به ازنوسازی و 22 مؤسسه تعلیمی دیگر به تعمیر اساسی نیاز دارند. در این زمینه تحصیلات 54 خوابگاه وجود دارد که 80% آنها باید تعمیر و ازنوسازی کرده شود. ذکر باید کرد که هنوز در 16 شهر نایه مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی وجود ندارند. بنابراین ضرور است که در مرکز این شهر نایه ها مرکز جماعت‌های دهاتی که شماره اهالیشان از 10,000 نفر زیاد است، اینچنین در نزد وزارت و اداره‌های داخلدار و کارخانه‌های کلان استحصالی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی یا گروه‌های مقصدناک تعلیمی یا فیلیال‌های آنها تأسیس داده شوند. سال جاری کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی با دستگیری حکومت مملکت و شریکان رشد ساختمان تعمیر و ازنوسازی 37 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی را به نقشه گرفته است و این روند باید وسعت داده شود. حالا مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی با کتاب‌های درسی عمومی تعلیمی تامین می‌باشند، ولی نارسایی کتاب‌های درسی از فن‌های تخصصی جای دارد. کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جهت حل مسئله مذکور باید تدبیرهای عملی اندیشیده نقشه تهیه چاپ کتاب‌های درسی را برای این زمینه تحصیلات تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در تامین ساحه‌های اقتصادیات مملکت با کادرهای صاحب اختصاص کارگری در ردیف تحصیلات ابتدایی کسبی 66 مرکز تعلیم کلانسالان نقش مهم دارد. در این مرکزها قوه کاری استفاده نشده که حالا 30% ذخیره‌های مهنتی را تشکیل می‌دهد با کسب آموزی و تکمیل اختصاص فرا گرفته برای فعالیت منبعد روانه کرده می‌شود. ولی از جانب مقامات مربوطه و مسئولین ساحه امکانیت‌های
این مرکزها به طور کافی استفاده نمی‌گردد. مثلا سالهای اخیر با دستگیری بانک آسیایی رشد در شهرهای خوجند، باختر، راغون، ناحیه‌های دنگره و واسه 5 مرکز کسب آموزی خدمت‌رسانی و رشد ملکه‌ها تأسیس داده شدند که اقتدار آنها برای به کسب آموزی جلب نمودن شهروندان در یک سال 8000 نفر را تشکیل داده به ختم کنندگان سرتیفیکات درجه بین المللی میدهند. یعنی سرتیفیکات میگیرند که تمام دنیا در کدام کشوری نباشد روند با این سرتیفیکات با جای کار باید تامین. اما در نیم سال یکم سال جاری در این مرکزها همگی 1500 نفر به کسب آموزی فرا گرفته شده است. بنابراین به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که جهت هرچی بیشتر به کسب آموزی فرا گرفتن شهروندان اینچنین پوره و تنظیم در آوردن نظام کسب آموزی کلانسالان تدبیرهای موثر اندیش. امروز در کشور در 86 مؤسسه تأسیسات میانه کسبی از روی 250 اختصاص متخصص آماده کرده می شود که این نسبت به سال 1991 43 مؤسسه و 126 اختصاص زیاد می باشد. شماره مؤسسه این زینه تحصیلات سال به سال زیاد شده ایستاده است و مستحکم نمودن پایه‌های مادی و تکنیکی آنها یکی از مسائل مهم و حل طلب به شمار می رود. از این رو کمیته عاید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی و دیگر وزارت و اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تأسیسات میانه کسبی دارند وظیفه دار کرده می شوند که در همکاری با شریکان رشد جهت مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌جویی نمایند. امروز در مؤسسه‌های تأسیسات میانه کسبی 16187 نفر آموزگاران و کارمندان از جمله 28 نفر دکتر علم و 247 نفر نامزدهای علم فعالیت دارند. باید گفت که شماره آموزگاران درجه و عنوان علمی داشته حالا هم ناکفایه می باشد و کمیته عاید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی برای بیشتر جلب کردن چنین آموزگاران تدبیرهای مشخص اندیشد. اینچنین کمیته عاید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه‌دار کرده می شود که با جلب متخصصان صاحب تجربه مؤسسه‌های تعلیمی و وزارت و اداره‌ای که در ساختارشان مؤسسه‌های تأسیسات میانه کسبی دارند برای حل مشکلات دیگری ساحه از جمله تهیه و چاپ کتاب‌های تخصصی چاره‌های ایده‌آوری اندیشد. حاضرین گرامی، تحصیلات عالی کسبی یکی از پایه‌های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی هر یک دولت به شمار می‌رود. در جهان معاصر که با سرعت تغییر یافته طلبات بازار مهنت پیوسته نو می‌گردد، ضرورت به تحصیلات عالی همچون محیط تولید دانش، تکنولوژی و اینوواسیون بیش از پیش احساس می‌گردد. محض توسط تحصیلات عالی با صفت جامعه می‌تواند به کادرهای تکیه نماید که با دانش، مسئولیت شناسی و دید وسیع مجهز بوده در همه ساحه‌های حیات نقش فعال بازیده می‌توانند. امروز در کشور 48 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی عمل می‌کند که در آنها بیش از 213,000 نفر دانشجو به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. یکی از آنها دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان می باشد که امروز ما بینای نوی آن اینچنین بینای مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمت‌رسانی را افتتاح نمودیم. باید ذکر نمود که دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همچون نخستین مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دارای مقام بین المللی در کشور با دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت
در ظرف سالهای آخر به مرکز پیشبر آماده سازی متخصصان رقابتناک طبق نظام بسیار زینگی تحصیلات تبدیل یافته است. سال 2021 ضمن افتتاح دو بنای تعلیمی دانشگاه مذکور و گذاشتن سنگ اساس بناهای دیگر دستور داده بودم که با هدف هرچه بیشتر به تحصیل و کورس‌های آموزشی فرا گرفتن اهالی ساختمان بناها با اصول معاصر معماری و بلندآرشانه عملی کرده شود. چنانکه امروز می‌بینیم انشاءات مذکور عبارت از مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمت‌رسانی، مرکز اداره‌کنی رقمی تحصیلات، مرکز دیپلماتیای سبز، مرکز رشد سیاحی و صاحبکاری، سیبخانه‌های تعلیمی، مجموعه ورزشی، آشخانه، کارگاه دوزندگی و خوابگاه با سطح و صفت بلند بنیاد و به استفاده داده شد. در رابطه با این برابریت دانشگاه سفارش داده می شود که با آغاز فعالیت مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمت‌رسانی در همکاری با وزارت ادارات مربوطه برای جلب هرچه بیشتری ساکنان مملکت برای کسب آموزی چاره‌جویی کرده دانشجویان را نیز در برابر گرفتن اختصاص و آموزش کسب‌های علاوه سفربر نمود. بسیار خوب. هر دانشجویی که میتونه وقت آزاد داشته باشد غیر آنه که اختصاص میگیرد با دور نرفته در اینجا کسب‌های دیگر را میتواند اسکول کند. همزمان با این با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 و استراتژی رشد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری برای دوره تا سال 2040 پیشنهاد می‌نمایم که در زمینه دانشکده سیاحی دانشگاه اکادمی سیاحی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تأسیس داده شود. در این روند در نظر باید داشت که استفاده پوره امکانیت‌های وسیع کشور ما در سمت جلب سیاحان، رشد ساحه سیاحی و برای فعالیت در این بخش مهم هرچه بیشتر فرا گرفتن جوانان از جمله ضرورت‌های روز و تقاضای زمانه می باشد. 20,000 دانشجویان تحصیل میکنند. آینده من فکر میکنم باز زیادتر هم میگنند چون که فیلیال های این دانشگاه در دیگر شهر و ولایت های مملکت بنیاد کرده شده ایستاده است. از 6 دولت دنیا علاقه در اینجا دانشجویان تحصیل میکنند. حاضرین گرامی، مسئله آماده کردن آموزگاران ساحه طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی یکی از مسائل مهم در نظام معارفی مملکت محسوب می‌یابد. از این رو ما را لازم است که در آینده از فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی آموزگاران و محققان سطح بلند را آماده نموده روند عملی شوی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف را تقویت بخشد. از این لحاظ وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا و مرکز ملی تستی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با مقصدی آماده نمودن آموزگاران بلند اختصاص رویه‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی قبول داوطلبان را به گروه‌های بودجتی زیاد نمایند. تحصیلات در زمینه‌های ماجستراتورا و دکتراتورا از روی اختصاص زمینه مهمی آماده کردن کادرهای جوان علمی و حساب می‌رود. ولی در این زمینه‌ها شماره داوطلبان از حساب جوانان سال به سال کاهش یافته ایستاده است. سال 2024 نقشه قبول به زمینه ماجستراتورا 34% را تشکیل داده است که چنین حالت خیلی تشویش آور می‌باشد. وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم و اکادمی‌های ساحوی وظیفه دارند که
وابسته به اصلاح وضع به وجود آمده چاره‌های مشخص و بی تأخیر اندیشه. حاضرین محترم، طوری که امروزها مشاهده میکنیم تا متشنج گردیدن وضع سیاسی و نظامی جهان و افزایش جنگ و نزاعات در گوشه‌های گوناگون سیاره انسانیت را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. در چنین شرایط پرتضاد حفظ صلح، امنیت ملی و ثبات استوار در کشور وظیفه مهمترین همه ما به خاطر تامین نمودن پیشرفت همه ساحه‌های حیات از جمله ساحه معارف می‌باشد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که صلح عامل مهمترین رشد معرفت انسان و پیشرفت جامعه است. صلح محیط مساعد فراهم می‌آورد که نسل نو به جای ترس از جنگ و ناامنی با سواد و دانشمند، خوش اخلاق و خودشناس و صادق به وطن به کمال رسد. با درک همین حکومت مملکت در فعالیت خود رشد ساحه معارف را پایه استوار دولتداری معاصر می‌سازد. زیرا تنها ملتی که با سواد، دارای معرفت باصفت و کادرهای بلند اختصاص است می‌تواند در عرصه جهانی صاحب مقام باشد. از این رو در دوام بیش از 30 سال صاحب اقتداری با وجود مشکلات زیاد در ردیف ساحه‌های دیگر، ساحه معارف نیز رشد یافت و به پیشروی‌های نظررس نائل گردید. مهمتر از همه در این دوره نسل نوی که محبت به وطن، ارزش‌گذاری به هویت ملی و توجه به علم و معارف در محور شخصیتش قرار دارد به میان آمد. این نسل برای آینده حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور کارهای زیادی را به انجام می‌رساند. زمانی معاصر که با آن هم ترقیات باصورت و هم مشکلات زیاد گلوبالی خاص است، شخصیت‌های دارای معلومات کامل و از هر جهت فعال را تقاضا دارد. فراموش نباید کرد که کار تنها با مبلغ‌زاری ساحه به اتمام نمی‌رسد، بلکه مهمتر آن است که جوانان ما حس بلند ملی و جامعه وسیع معاصر داشته باشند، وطن خود را صدقاً دوست دارند، تکنولوژی‌های زمانوی را از خود نمایند و زبان‌های خارجی را خوب دانند. پدر و مادران گرامی باید همیشه در یاد داشته باشند که آینده روشن و پرسعادت فرزندان قبل از همه به سطح مسئولیت شناسی آنها در سمت تربیت معنوی، اخلاقی و روحی و روانی فرزندان وابسته می باشد. در این سمت استادان و آموزگاران و اهل معارف نیز مسئولیت و نقش بزرگ دارند. محض آموزگاران مشعل افروزان جامعه قادرند که امروز و فردای دیار را با نور معرفت منور سازند و در رشد و ترقیات دولت و ملت حصه سزاوار گذارند. امروز ما تنها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی هیئت 131,000 نفره آموزگاران را داریم که این قوه و قدرت بزرگ است. علاوه بر این در دانشگاه و دانشکده‌ها و پژوهشگاه و اکادمی‌های مملکت هزارها نفر عالمان و دانشمندان فعالیت دارند که آنها نیز نیروی بزرگ معنوی میباشند. ضرور است که این اقتدار ذهنی بیشتر متحد و فعالیت آن به سمت صاحب معرفت و دانشمند گردانیدن نسل جوان کشور سفربر کرده شود. آموزگار شأن و شرف ملت است و امروز و فردای هر یک کشور و جامعه از سطح معرفت و فعالیت او وابستگی کلان دارد.
خرد آموزگار جهل و خرافات را از بین میبرد و سرچشمه کامیابی ها میگردد. در برطرف سازی تمام مشکلات ملت و دولت پیش از همه آموزگاران سهمگذارند. احترام آموزگار از طرف هر یک فرد احترام خود، احترام ملت و احترام جامعه است. ما مقام آموزگار را هر قدر بلند برداریم، جامعه همان قدر موفق و پیشرفته می گردد. سال گذشته در سخنرانی به مناسبت روز دانش من به ساختار و مقامات مربوطه سپارش داده بودم که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. حالا این سند مهم از جانب حکومت مملکت معقول دانسته شده به بررسی پارلمانت کشور ارسال گردیده است. قبول این قانون مرحله نوی را در فعالیت آموزگاران و عموما در حیات اهل کشور افتتاح خواهد داشت. میخواهم یک نکته مهم را بار دیگر تکرار نمایم. مسئله تعلیم و تربیت مربوط به امروز و آینده هر یک ماست. از این رو در تعلیم و تربیت نسل نورس باید ذره به سرلنگاری را ندهیم. سرطلب باشیم و نسبت به تقدیر آینده فرزندانمان با کمال مسئولیت مناسبت نماییم. اهل معارف، پدر و مادران، ضیایان فعالان و عموما تمام جامعه یک جا با مقامات حفظ حقوق باید کوشش نمایند که جنایتکاری و همه گونه قانونشکنی ها در بین نورسان و جوانان پیشگیری کرده شد. ما وظیفه داریم که نورسان و جوانان را تربیت درست دهیم، آنها را برای راست هدایت نماییم. به فرزندان خود برای آموختن علم و دانش و کسب و هنر شرایط بهترین مهیا سازیم و همیشه در فکر آن باشیم که فرزندان ما در زندگی آینده خویش اذیت نکشند. تکرارا تاکید می نمایم که این وظیفه انسانی و قرض ایمانی نه تنها اهل معارف و پدر و مادران بلکه تمام جامعه می باشد. مکتب، عائله و جامعه این سه نیروی مسئول و توانا باید اتحاد همیشگی داشته باشند و به خاطر تعلیم و تربیت شایسته نورسان و جوانان در همبستگی جد و جهد نمایند. تاجیکستان وطن محبوب ما، هستی ما و آبروی و اعتبار ماست. فرض فرزندی و وظیفه شهروندی ما و شماست که به خاطر پیشرفت و آبادی دیار بیشناسای خود خصوصا در دایره آمادگی به جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولتی پیوسته زحمت کشیم و آبروی تاجیکستان محبوبمان را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداریم. من به مردم شهرمند کشور از جمله جوانان و نورسان وطن دوست تاجیکستان مراجعت کرده تاکید می نمایم که ما باید به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی همیشه سرجم و متحد باشیم، حس بلند ملی داشته باشیم و تمام توان و نیروی خود را برای آبادی وطنمان و پیشرفت دولت صاحب اختیارمان روانه سازیم. با ایثار اعتماد به آینده آباد وطن عزیزمان بار دیگر کل استادان و شاگردان، دانشجویان و تمام ساکنان کشور از جمله همه شما حاضرین گرامی را به افتخار آغاز سال نو تحصیل و روز دانش صمیمانه تبریک میگویم.
و خوانندگان و دانشجویان خوانش خوب و اعلی، به استادان و آموزگاران برای کار و به مردم شریف تاجیکستان زندگی با سعادت آرزو می نمایم. همیشه سربلند و تنصیحت باشید هموطنان عزیز. салому дуруд бо арзи эҳтирому адаб ба шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо ҳамагон ташрифи мубораку пурфайзи шумо пешвои муаззами миллатро ба ин даргоҳи илму маърифат хайрамақдам мегӯем. ман Сафарализода Илҳом Талаб, донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон мебошам. имрӯз ифтихори мо донишҷӯён аст, ки дар заминаи сиёсати давлат ва роҳбарии хиратмандонаи шумо, муҳтарам ҷаноби олӣ, дар Тоҷикистони соҳибистиқлол муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бахусус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба яке аз пойгоҳҳои муосиру замонавии омодасозии кадрҳои баландихтисос табдил ёфтааст. шароити муосиру замонавӣ ба мо ҷавонон имкон медиҳад, ки бо ҷаҳонбинии васеъ, малакаҳои баланди касбӣ ва забондонӣ ва бозори меҳнати миллӣ ва байналмилалӣ ворид гардем. мо донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат шукргузори он ҳастем, ки бо дастгириҳои бевоситаи шумо, муҳтарам президенти маҳбуби кишвар, имконияти иштирок дар барномаҳои табодули академӣ бо кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро пайдо намудаем. ифтихормандам, ки худи ман таи 2 соли охир дар ҷумҳурии мардумии Чин, Таиланд ва Малайзия дар доираи барномаҳои табодули академӣ ба таҳсил фаро гирифта шудам. дар баробари гирифтани илму дониш бароям муяссар гардид, ки 4 забони хориҷиро аз худ намоям. муҳтарам ҷаноби олӣ, боиси ифтихор ва шарафмандии бузург аст, ки бо ташаббуси шумо, муҳтарам пешвои муаззами миллат, 25 июли соли 2025 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қадномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул намуд. дар партави ташаббусҳои ҷаҳонии шумо, муҳтарам президенти маҳбуби кишвар, ният дорам, ки пас аз хатми донишгоҳ таҳсилро дар зинаи магистратура дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз рӯи ихтисоси соҳаи зеҳнӣ идома дода, дар оянда ба ҳайси мутахассиси соҳаи зеҳни сунъӣ ва технологияи нав дар Тоҷикистони азизам хизмат намоям. инчунин таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро татбиқ ва ба рушди иқтисоди рақамӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ, таҳким ва нуфузи кишвар дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзанда гузорам. аз таваҷҷуҳатон сипосгузорам. саломат бошед. Сафарализода курсҳои якуму дуюма дар ҳамин ҷо таҳсил кардя? 2023 бо тариқи маркази миллии тестӣ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон гузаштам. муҳтарам ҷаноби олӣ, ҳамин зарфи 4 соле ки таҳсил кардаи содаи шароити таҳсил тағйир ёфтааст. ҷаноби олӣ, дар 2 давлати хориҷи кишвар таҳсил кардагиам, ин хел шароит надида будам. донишҷӯи мо, хонандагони мо, ман бисёр давлатҳо дидам, муассисаҳои таълими миёна дигар ин гуна шароити муассисаҳои таълимӣ ки мо бунёд карда истодем ва ин гуна донишгоҳу донишкадаҳое ки бо тамоми шароитҳои вай сихӣ нест. бале ҷаноби олӣ, мо тарзе кунем ки мактаббачаҳои мо мактаба тамом кардан бояд 4 забона донанд, 3 забона донанд, ақаллан 2 забони хориҷиро донанд. аввалан ки забони давлатӣ, забони модарӣ, 2 забона бояд донанд. мактаббачаҳо, хонандагон, вазири маориф, анҳамин дигар чи ҳар як хатмкунандаи
دانشگاه و دانشگاه‌های عالی میانه کسبی حتی باید دو زبان خارجی را حتما دانند. اگر ندانند خط میکنند در قد کوچه میمانند، جای کار نمی‌یابند، مجبور میشوند بعداً باز خراجات زیاد میکنند، هم سینی سالش را کلان میشود، معینا نه همه چی را قبول میکنند. در وقت دانشجویی بسیار جوان هستند، تیز از خود کرده میتوانند، وقتی زیادی خالی هم دارند برای آموختن. همین وقت آموختن بسیار کوتاه است. بعد سینی سال کلان شدن گرفت دیگر مشکل میشه. تکنولوژی را بین چقدر است. در روغن ختم کنندگان دانشگاه‌های عالی مملکت در اونجا کار میکنند. شرکت تکنولوژی حاضر زمان رابط آوردن، کفشیرگر یک ربات جای 4 تا کفشیرگر رو عوض میکنن، کامپیوتر گذاشتن، تمام کار کرده و تیسود است. یعنی اداره کردن البته متخصص در کار، برای اداره کردن مجبور شدن که کورس‌ها تأسیسی هم اونایی که با دیپلم ختم کردن اختصاص دارن بازآموزی کنند. در بسیار ساحات حتی ساحه تندرستی ما امروز تکنولوژی ساحه تیپ وارد میکنیم، لیکن متخصص کم داریم. یعنی با آماده بودن موناکو لازم نیاز متخصص اختراعکارا باید ما تربیت کنیم. اویلا درستی؟ بله جناب عالی. دهاتی دختری که سال گذشته در مؤسسه میانه رقم 19 در نزد شما برآمد کرده بود، با همون ازدواج کردیم. هر دیاتان من جوان، هر دیاتان هم عنوانجو خانه زندگی در سراسیمگی در آناتی. هر دیاتان هم روین خانه گشته بیایید خدمت کنید. معلوماتان، کسبتان، سوادتان در زندگی، اویله‌داری، روزگارداریتان هم منفعت میاره. تشکر جناب عالی. داخل شدین امتحان سپردگی هستین. جناب عالی، طبق سخنهای شما من زینه ماجستری را در تاجیکستان در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان به انجام رسانیدم. اکنون میخواهم در زینه اسپیرانتی دکتر پی اچ دی به امریکا سفر نمایم. امتحان را در ازبکستان امتحان زبان انگلیسی تویفل را به بال بلند سپرده آوردم. محترم جناب عالی، سال گذشته من جمهوری مردمی چین را با واسطه تبادل اکادمی رفته آمدم، امسال ختم کننده می باشم. شما در موفقیت از هر یک شخص از خودش وابستگی دارد. اگر تربیت خوب در عائله دیده باشد، در ناحیه رشت خانه‌هایی که در نتیجه آفت‌های طبیعی زمین لرزه خراب و ولنگار شده بودند 380 عائله صاحب خانه و داشتند. در همونجا یک خانه ما وارد شدیم، 40 سال باز آموزگار در یک دهه بلندترین کوهستانی 4 پسرش آموزگار در دوشنبه دیگر شهر نایاد آموزگاری میکنند. یعنی همه چی از عائله، از پدر و مادر به واسطه وابستگی دارد. در کجا زندگی میکند، در کجا نمیکند، برای تربیت فرزند یگان فرقیتش نیست. از انسان چی میماند میراث؟ از انسان، از پدر و مادر چی میماند میراث؟ چی میماند؟ فرزند؟ فرزند صالح. هر دیتان را پدر و مادرتان رحمت کنید. خوانید، کسب، علم آموزید، روی یقین جدی بیاید ملت و وطن دادن صادقانه خدمت کنید. سلامت باشید. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. برایم شرف و سرفرازی بزرگ است که امروز فرصتی ملاقات با شما نصیبم گشته است. این لحظه برای من نه تنها مایه افتخار بلکه احساس مسئولیت و الهامی خاص است. من آدینه و رخشانه زاده ناحیه دوردست مومین‌آباد، غالب چند کرته المپیادهای شهری و جمهوری از فن خیمیه، اینچنین المپیادهای بین المللی به مثال IJSO دولت قطر با اشتراک 70 دولت دنیا صاحب جای سیوم، المپیاد استمکای سینگاپور سزاوار جای دوم و در المپیاد کمیکای سینگاپور غالب جای اول گشتم.
لیتسه برای خوانندگان بالایاقت در شهر دوشنبه را با اتستات اعلا در رویه فنهای طبیعی ریاضی با مدال طلا ختم نمودم. داننده 5 زبان خارجی بوده. عین حال دانشجوی کورس سیوم سمت طبی دانشگاه سین جورج یونیورسیتی لندن شاهیگری بریتانیای کبیر می باشم. سال 2023 در استیپندیای پرزیدنتی درخشندگان اشتراک نموده غالب مطلق گردیدم و رویه جراحی رنگنی رتینالی چشم را انتخاب نموده. عین حال با شرافت و دستگیری شما جناب عالی در یکی از دانشگاه‌های با نفوذ جهان تحصیل می نمایم. سلامت باشه. راهبریت دانشگاه دوامات و خالهای به دست آورده دانشجویان دانشگاه را نتیجه گیری نموده در سال 2025 مرا همچون دانشجوی بهترین دانشگاه MPW برمینگهم انتخاب نمودند. این افتخاری به اندازه تنها با دستگیری و کمک شما جناب عالی به من میسر گردید، چون که 30 سال قبل نه تنها یک دختر دهاتی بلکه یگان جوان دختر تاجیک حتی آرزویی در مؤسسه تحصیلات عالی خارج کشور تحصیل نمودن را نمیکرد. این اعتماد و باوری و دستگیری های شما جناب عالی ما دختران تاجیک را وادار میسازد که در خارج کشور نه تنها با بهای خوب و اعلی خوانده متخصصانی با صلاحیت شویم، بلکه با فرهنگ و مدنیت و رفتار خوب خود نمونه والای بانوی تاجیک در خارج کشور گردیم. محترم جناب عالی، آرزو و هدف اساسی من این است که توانم به شخصان نابینا درمان بخشیده دیدار و امکانی باز دیدن این جهانی زیبا را به آنها برگردانم. با تمام هستی احساس میکنم که شما به نسل جوان اعتماد دارید و من با افتخار و مسئولیت تلاش میورزم که به این اعتماد شما سزاوار باشم. بار دیگر مینداری صمیمانه خود را به شما جناب عالی برای سرپرستی پوره تحصیل من در خارج کشور میخواهم بیان نمایم. تشکر زیاد. شما تنها تحصیل میکنید در یک دانشگاه شهروندی تاجیکستان؟ بله، من اولین دختر تاجیک در دولت انگلیا در ساحه طب تحصیل می نمایم. 2 سال A level تحصیل میکنیم و بعد از آن که زیاده از 9 امتحان میسپاریم، بعد از آنی که همه آن امتحان ها را با A star یعنی 5 اعلا تمام کردی، بعد به دانشگاه ها داخل میشوی. من به 7 دانشگاه بریتانیای کبیر و به دانشگاه های اروپا به مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و گریتسا داخل شدم. زبان‌های خارجی کدام زبان‌ها را می‌دانید؟ محترم جناب عالی، زبان روسی، انگلیسی و ترکی را در سطح عالی و زبان ایتالیایی و فرانسوی را در سطح معاشرت از خود نموده ایستادم. نه سان با علاقت خود مخصوصا با طبیبان چشم کم دارید. مقصد اساسی من هم همین است که توانم علم خارجه را به دست آورده به دولت خود برگردم و به ملت شریف خود خدمت نمایم. بله، موفقیت شما را. تشکر زیاد. پدر و مادرت است؟ بله جناب عالی. منتداری ما را بیان کن. ناز کردند همین اجازت دادن برای خواندن دیگرش از خود وابستگی دارد. من منتداری پدر و مادرم را به شما میرسانم. سلام و درود بر شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مایه افتخار و سرفرازی من است که امروز در حضور مبارک شما راهنمای خردمند و سازنده تاجیکان جهان سخن میگویم. من رحمت الله زاده انوشیروان جمعخان، ماجسترانت اختصاص حقوق بین المللی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، داننده 4 زبان خارجی، با احساس بلندی مسئولیت وطنداری و افتخار ملی از نام نسل جوان دوران استقلال به شما پیشوای معظم ملت برای سیاست خردمندانه و غمخوری‌های پیوسته در رشد و نموی ساحه علم و معارف، خصوصا دستگیری دانشجویان و محققان، صدقاً اظهار سپاس می‌نمایم. همزمان باعث افتخار و سرفرازی کل آموزگاران و محصلین بارگاه علم و معرفت است که محض روز دانش در این مکان مقدس با حضور شما محترم پیشوای محبوب ملت برگزار گردیده ایستاده است.
محترم جناب عالی، امروز ما با افتخار شاهد آن هستیم که با تشبث و راهنمایی های شما محترم پیشوای معارف پرور، بیناهای معاصر تعلیمی، مرکز رشد ملکه ها و کسب آموزی، خوابگاه و مجمع ورزشی و دیگر انفراساختار ضروری در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان افتتاح گردیدند. این تشبث‌های شما محترم جناب عالی امکان فراهم می‌سازند که ما جوانان در برابر صاحب شدن اختصاص‌های مخصوص باز به آموزش کسب‌های معاصر از قبیل ملکه‌های رقمی در ساحه سیاحی و مهمانداری، راهبلد سیاحی، زبان‌های خارجی برای فعالیت کسبی، برنامه‌سازی، تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، مارکتینگ، صاحبکاری اینوواسیونی و اداره‌کنی تجارت گردیم. ما ماجسترانتان و دانشجویان با درک مسئولیتی بلند تمام دستاوردهای خود و امکانیت‌های فراهم شده را محض ثمره سیاست غمخوارانه شما محترم جناب عالی می‌دانیم. اطمینان کامل داریم که جواباً به این اعتماد با دانش، زحمت و صداقت بهر تحکیم منفعت‌های ملی، پیشرفت اقتصادی و آبادی تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید. اگر ما خواهیم که دولتمون هر چیز زودتر پیشرفت گردد، ما باید همه جانبه ساحه علم و معارف تذکری کرده مانده کنیم. توجه بیشتر داشته باشیم. ملت ما سطح معرفت ناکیش بلند شود، سوادناکی بلند باشد، مخصوصا نورسان جوانان. موفقیت شما. تشکر دارم جناب. سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جوانپرور و محبوب ما جناب عالی محترم امامعلی رحمان، من عبدالغفارزاده محمد صادق عبدالرسول، ماجسترانت بخش یکم دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان، 3 مرتبه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی از دوره تحصیل در لیسه اینوواسیونی دوشنبه نزد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و زینه بکالوریات دانشگاه می باشم. محترم جناب عالی، ما جوانان همه روزه توجه و غمخوری پیوسته تان را نسبت به علم آموزی از بر نمودن تکنیک و تکنولوژی زمانوی و در این راستا جهت بالا بردن سطح دانش و جهانبینی خیش احساس نموده در اساس تاکید و هدایت های پیوسته شما جناب عالی جهت از بر نمودن زبان های خارجی و آموختن کسب و علم زمانی معاصر اقدام نموده 4 زبان خارجی را از خود نمودم. محترم پیشوای معظم ملت، یادآور می‌شویم که هنوز سنه 1 سپتامبر سال 2011 ضمن تشریفتان در روز دانش و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان شما جناب عالی نتیجه محصول اختراعکاری استادان و دانشجویان را بلند ارزیابی کرده بودید. امروز نیز در این بارگاه علم و معرفت روند مذکور با مرام ادامه داشته تأسیس مرکزهای مشترک تاجیکستان و کره، آزمایشگاه‌های علمی و تحقیقاتی، تکنوپارک و آیتی پارک با ما جوانان شرایط فراهم آورده است که همسالت در آزمون‌های اختراعکاران جوان و بهترین لایحه‌های اینوواسیونی شرکت ورزیده، صدها لایحه و ده‌ها اختراعات را پیشنهاد نموده، برخی از آنها را وابسته به مهمیت و امکانیت‌های موجوده تا سطح استحصالات عملی نماییم. محترم جناب عالی، من در آزمون تبادل اکادمی دانشجویان از بین دانشجویان دانشگاه صاحب گرانت تحصیلی اراسموس پلوس اتحاد اروپا گردیده دوام 6 ماه در دانشگاه جمهوری پادوا ایتالیا تجربه و سبق آموختم. ضمن تحصیل در دانشگاه نامبرده تکنولوژی نوین ساحوی از جمله اقتصادیات رقمی، تطبیق تکنولوژی ذهن صنعی در اقتصادیات و صنعت، استفاده برای نظام بلایه‌گیری اتوماتیک و زمینه‌های اساسی تهیه و ذهنی کارکرد کلان را از خود نمودم. محترم پیشوای معظم ملت، برایم باعث افتخار و سرفرازی بود که زمان تحصیل در دانشگاه پادوای جمهوری ایتالیا سنه 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی جهانی شما را با قطعنامه مخصوص زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیا مرکزی قبول نمود که من همچون فرزند ملت تاجیک و پیرو اصیل شما جناب عالی در بین دانشجویان بیش از 50 دولت دنیا احساس فرهمندی نمودم. واقعا هم برایم بسیار هیجان آور بود وقتی که دانشجویان و استادان خارجی از این موفقیت ملت تاجیک مرا همچون یک جوان این کشور
شادباش میگفتند. محترم پیشوای معظم ملت، این اقدام‌های بشردوستانه و توجه و غمخوری‌های شما جناب عالی ما جوانان را در این دوره حساس جهانی شوی و وضع مرکب سیاسی باز هم وادار می‌سازد که از پدیده‌های نامطلوب امین باشیم، شخصیت خیش را تشکل داده با کسبیت بلند در رشد صنعت و اقتصاد کشور سهم مناسب گذاریم. سپاس برای توجهتون. یک جا تشکر. غیرت در سرگاه دانش آموزی قرار داره. دانش آموختن از خودی دانشجو وابستگی داره. قرار قبول کردیم برای برنامه رشد ذهنی در مملکت. ما متخصص نداریم. وزارت اداره به متخصص ما بسیار مشکلی کشیده ایستادیم. متخصص در کار برای ما. زبان‌های خارجی را مسخود کردن در کار. برابر تکنولوژی. موفقیت برای کار. سلامت باشید. سلام ای پیشوای قهرمان، مرحبا ای وارث سامانیان. سلام و درودی به پایان به شما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من سیدزاده شکرانه، دانشجوی سال سیومی اختصاص سیاحی آسایشگاه طبابتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، اشتراکچی آزمون و المپیادهای جمهوریوی و گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم. محترم پیشوای معظم ملت، با شرافت سیاست دوربینانه و غمخواری های شما جناب عالی، ساحه نوی علمی و عملی سیاحی آسایشگاه طبابتی بار نخست در دانشگاه ما تأسیس داده شد. این اقدام بزرگ امکانیت فراهم می آورد تا متخصصان جوان در سمت خدمترسانی آسایشگاهی و طبابتی برای سیاحان و شهروندان کشور آماده گردند. در زمینه این اختصاص ما می توانیم یکی از سمت‌های مهم و سیردرآمد اقتصادی ملی را رشد دهیم. شما محترم پیشوای معظم ملت، بارها در سخنرانی‌های خود تاکید نمودید که تاجیکستان دارای ذخیره‌های نادر طبیعی به خصوص آب‌های طبابتی، گیاه‌های شفابخش و اقلیم مساعد می باشد. در کشور صدها چشمه‌های و آب‌های شفابخش موجودند که دارای خاصیت‌های طبابتی و برقرارسازی سلامتی می باشند. با دستگیری‌های پیوسته شما محترم پیشوای ملت، امروز آسایشگاه‌ها و مرکزهای معاصر سالمگردانی در منطقه‌های گوناگون جمهوری فعالیت دارند و شرایط مناسب برای استفاده ثمرناک این ذخیره‌های طبیعی فراهم می‌آید. محترم جناب عالی، با صمیمیت اظهار می‌نمایم ما جوانان دوره صاحب استقلالی پیروان اصیل پیشوای ملت بوده سعی و تلاش میکنیم که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون کشور سبز و دارای امکانیت‌های بزرگ سیاحی معرفی نماییم. نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید، سلامت باشید. خوندن در کار برای متخصص خوب بودن در کار، فقط نگهبان پدر و مادر باشید. اما جوان دختران ما بنیاد فعال هستند، در تمام آزمون ها فعال هستند. احسان میگم با کلی دختران تاجیک، مادران تاجیک که اینقدر فعال هستند در همه سال، حتی در نیروگاه برقی آبی راغون رفتن در همونجا در بنیاد سد با همون قدر تکنیک عظیم جوسه را بانوی تاجیک در سر چنبرک شده است. معاش بلند میگیرد. تکنولوژی حاضر زمان برای خودش در نزدیک خانه‌شان. خوب است. ما می توانیم ده ها هزار بانوها را با اختصاص‌های کسب‌های عادی، نه اونقدر 5 سال هم در کار نیست، 1 سال بعضا 6 ماه در کالج های طبی دیگر چیست
ما تعلیم داده بازار داخلی مهنت تامین کنیم با جای کار. جوان دختران بسیار ذوق خواندن دارند، در کجا گوشه و کناری رویم ببینید با فعال هستند، فعال کار میکنند. نیست ساحه‌ای که امروز بانوا کار و فعالیت و زندگی نداشت. 75% آموزگارا امشب و روز از 131,000 75%ش بانوا است. من تحلیل میکنم همون مؤسسه تعلیمی که 90% 100% بانوا است، 90% 80% ختم کننده های همون مؤسسه تعلیمی با دانشگاه و دانشکده‌های هم داخل هم خارج داخل میشه. خانه دختران اصلا سلامت باشید. هر یک پدر و مادر آموزگار ما شما باید این را در محضن معینمان جا کنیم. تولد شد به تربیه مشغول بودن در کار. ما همه چی داریم، فقط متخصص در کار. پیش از همه پدر و مادران، نه که تنها آموزگار، در نزد آموزگاران همگی 4-5 ساعت، دیگر خواننده کودکان بیشتر در نزد پدر و مادر. از دانشجو باشد، از پدر و مادر بعضا جدا در تعلیم و تربیه دانشگاه. مرحمت آموزید، زبان آموزید جوانان. وقت میگذرد، بعداً آنها که تعلیم نگرفته است، درست نخوانده است، سواد کافی ندارد، پشیمان می شود که دیگر سود ندارد، دیر می شود. همه شمایان را بار دیگر تبریک و تهنیت میگویم و به شما پیش از همه سلامتی، موفقیت، خوانش خوب و اعلا و برای کار آرزومند هستم. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جان تشکر. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره با احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان صلح تولد 1998-2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی. مطابق ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافعه فرمان می‌دهیم. خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند، ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2025 از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گراجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، باتالیون کشاورزی اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت کرده شوند. ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2025 شهروندان جنسی مرد از 18 تا 27 ساله که تا روز دعوت حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، برای خدمت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گراجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، باتالیون کشاورزی اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند. وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، رئیسان کمیسیه‌های دعوتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر نوحیه‌ها با اشتراک نمایندگان مقامات امنیت و کارهای داخلی دعوت شهروندان را از حساب انتخاب دقیق دعوت شوندگان به قشون‌های سرحدی، گواردیای ملی و قسم‌های حربی تأمینات مخصوص با در نظر داشت خصوصیت‌های خاص خدمت در این واحدها و در نوبت اول پورگردانی آنها عملی نمایند. رئیسان شهر و نوحیه‌ها یکجا با کمیساریات‌های حربی با مقصد عملی نمودن مقررات ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی با درک مسئولیت به راه مانند.
وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی و رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده، خدمت حربی را همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای معاینه نظارتی طبی دعوتشوندگانی که از جانب کمیسیه‌های دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها دعوت شدند، طبیبان و متخصصان با تجربه را سفربر نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفر کاری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان جهت شناسایی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی، پیشرفت ساحه کشاورزی و آمادگی‌ها به جشن استقلال دولتی از ناحیه‌های ناصر خسرو و شهر توس بازدید به عمل آوردند. گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. سفر کاری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان روز دوم در ناحیه ناصر خسرو ادامه یافت. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده نخست از روند کارهای ساختمانی و برقرارسازی توانایی لایحه‌ای در پایگاه‌های آبکشی در جماعت دهات تخت خسرو شناس شدند. انشاءات دارای 5 عدد دستگاه پراقتدار آبکشی بوده. فعالیت آن برای پس نمودن آب‌های زیرزمینی میدان کشت و تأمین زراعت کشاورزی با آب مساعدت می‌نماید. ضمن شناسایی از لایحه انشاءات به سروزیر مملکت اطلاع داده شد که فعالیت چند ساله ولی بدون تعمیر ضرورت تجدید و برقرارسازی لایحه‌ای پایگاه آبکشی را پیش آورده است. روند کار جهت به حالت خوب در آوردن پایگاه‌های آبکشی در دایره تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنغره با دستگیری مالیوی جمعیت دارای مسئولیتش محدود امید 1 اجرا می‌گردد. در اساس تحلیل و نشانداد متخصصان پس از تعمیر نوسازی پایگاه امکان است که 500 گکتار زمین سالها باز از گردش کشاورزی دور مانده و محله‌های جماعت دهات تخت خسرو با آب پلیزی پورا تامین کرده شود. این روند بر رشد ساحه کشاورزی و سطح نیکوحوالی ساکنان در ناحیه ناصر خسرو زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورد. سپس سروزیر مملکت در مرکز ناحیه ناصر خسرو بینای ایلاوگی معموری برای خدمتچیان دولتی را مورد استفاده قرار دادند. طرح انشاءات معاصر بوده با استقبال شایسته از جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی بنیاد کرده شده است. شرایط و امکانیت‌های در آن فراهم آورده شده بر روند فعالیت کارمندان مساعدت فعال می‌نماید. بنیادکاری در ناحیه ناصر خسرو نظررس بوده. این روند با سهم و اقدام‌های صاحبکاران و دیگر شخصان وطن دوست وسعت می‌یابد. سروزیر مملکت به نفرانی در رشد و آبادانی ناحیه سهمگذاری نمودند. سپاس و اقدام‌های آنها را نمونه خوبی وطن دوستی گفتند. 3 август سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده با سفر کاری به ناحیه شهر توس ولایت ختلان تشریف آورد. در دایره سفر سروزیر مملکت از یک قطار انشاءات‌های مهم اجتماعی و استحصالی بازدید نموده با دستاوردهای زحمتکشان ناحیه شناس شد. فرمای پرنده پروری در جماعت دهات آبشاران یکی از انشاءات‌های مهم اگرصنعتی ناحیه به حساب می‌رود. انشاءات با جلب صاحبکاران وطنی و با استفاده از تجهیزات معاصر ساخته شده دارای انبارهای غذا، نقطه‌های نگهداری و کارکرد محصولات میباشد. طبق لایحه بعدی با استفاده دادن فرما امکان پرورش 15000 مرغ در یک وقت فراهم می آید که هم تخم و هم گوشت استحصال کرده می شود. همین طور نه تنها بازار داخلی با محصولات با صفت وطنی تامین می گردد بلکه ده‌ها جای نوی کاری نیز تأسیس می‌یابد. بعد از بازدید از جریان ساختمان فرمای پرنده پروری سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده از زمین‌های پخته دیدن نمود. ضمن بازدید سروزیر مملکت با کشاورزان صحبت کرده از زحمت شبانه روزی دهقانان اظهار قناعتمندی نمود. تاکید کرده شد که پخته یکی از زراعت‌های مهم استراتژی برای اقتصاد ملی به حساب می‌رود و اجرای سروقتی نقشه جمع‌آوری برای تحکیم بخش صنعت کارکرد و تامین بازار داخلی اهمیت کلان دارد.
ҳамзамон ба масъулини соҳа дастур дода шуд ки дар истифодаи техникаҳои кишоварзӣ ва ҳифзи ҳар як рӯзи офтобӣ масъулияти баланд нишон диҳанд то ҳосили имсол бо сифат ҷамъоварӣ шуда саҳми ноҳия дар таъмини амнияти озуқавории кишвар бештар гардад. дар идомаи сафар бо иштироки сарвазири мамлакат маросими оғози расмии фаъолияти корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Эшмурод Нурматов баргузор гардид. иншоот бо хатҳои нави технологӣ муҷаҳҳаз буда қобилияти коркарди ҳазорҳо тонна пахтаро дар як мавсим дорад. ҳамчунин дар ҳамин рӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо намоиши маҳсулоти гуногуни кишоварзии ризқофарони ноҳия шинос шуд. дар намоиш хоҷагиҳои пешсафи ноҳия навъҳои гуногуни маҳсулоти худро аз қабили пахта, ғалладонагӣ, сабзавот, меваҷот ва дигар намуди маҳсулоти мавсимӣ пешниҳод намуданд. ин иқдом имконият дод ки заҳмати кишоварзони ноҳия ба таври намоён муаррифӣ шавад ва ҳамзамон имкониятҳои истеҳсолии минтақа нишон дода шавад. сарвазири мамлакат аз сатҳи баланди ташкили намоиш изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид кард ки рушди устувори кишоварзӣ пояи асосии амнияти озуқаворӣ ва беҳбудии зиндагии мардум мебошад. дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат аз ҷараёни сохтмони муассисаи томактабӣ барои 120 кӯдак дар деҳаи Гулзор боздид намуд. иншоот бо дастгирии давлат ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд мешавад. дар кӯдакистон синфхонаҳои барҳаво, толорҳои варзишию машғулияти ҷисмонӣ, ошхона ва дигар шароити муосир пешбинӣ гардида пас аз ба истифода додан кӯдакон дар шароити хуби таълимӣ фаро гирифта мешаванд. сарвазири мамлакат ба масъулон дастур дод ки корҳои сохтмонӣ босифат ва дар ҳолати пешбинишуда анҷом дода шавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. ҳоло филми мустанади пайроҳаи иқбол ки вобаста ба рушди илму маорифи кишвар дар даврони соҳиби истиқлолӣ омода шудааст манзуратон гардонда мешавад. ба шумо истироҳати бо фароғат таманно дорем. ҳамасола дар тоҷикистони соҳибистиқлол, сарзамини мардуми соҳибфарҳангу тамаддунсоз, рӯзи дониш ва дарси сулҳ доир мешавад. истиқлол ба миллати тоҷик осмони софу беғубор ва оғози марҳилаи рушдро фароҳам сохт. суботу оромӣ ва сиёсати дурбинонаву ояндасози фарзанди бароманди миллати тоҷик абармарди майдони сиёсат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон замина гузошт ки наврасон дар оғӯши модар ватан ҳамасола 1 сентябр ба пайроҳаи иқбол яъне ба муассисаи таълимӣ қадам ниҳода барои оғози зиндагӣ ва ба камол расидан дар рӯҳияи ватаншиносию худогоҳӣ омӯзишро оғоз кунанд. ҳамасола дар тоҷикистон чун анъанаи накӯ бо иштироки президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз муассисаҳои таълимии кишвар рӯзи дониш ва дарси сулҳ чун як ҷашни пуршукӯҳ баргузор мегардад. дар даврони истиқлоли давлатӣ дар оғози соли таҳсил таҷлил намудани рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти низоми маорифи кишвар ба яке аз анъанаҳои неки умумимиллӣ дар тоҷикистон табдил ёфтааст. 1 сентябри ҳар сол садҳо ҳазор кӯдакони хушбахти замони истиқлол аввалин маротиба ба остонаи муассисаҳои таълимӣ қадам мегзоранд ва ба омӯзиши саводу дониш, одобу ахлоқ ва илму маърифат оғоз менамоянд.
امروز باعث افتخار و سرفرازی است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان در سراسر جمهوری همچون روز دانش، روز علم، روز معارف جشن گرفته می شود که این سرچشمه می گیرد از صلح و ثبات، تینجی و آسودگی، مناسبت درست اساسگزار صلح و وحدت ملی و ارج گذاشتن، احترام گذاشتن به اهل فرهنگ، معارف، علم می باشد که این را باید اهل معارف و اهل علمی کشور ارج گذاری کنند و با عملهای نیک انسان دوستانه خود در سمت تربیت نمودن نسل نورست و آن را همچون یک شخصیت سالم و کمال رسانیدن و به اختیار جامعه سپاریدن باید با این غمخوری های اساسگزار صلح و وحدت ملی با همین عملهایشان باید جواب خوب و درست داده باشند. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی امروز در 35 سال دوران صاحب استقلال مملکت مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، میانه کسبی، ابتدایی کسبی، مؤسسه های تا مکتبی و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به نهایت رشد کردند. چون анъанаи нек бо дарси сулҳ оғоз гардидани соли таҳсил дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот барои хонандагону донишҷӯёни кишвар аҳамияти басо муҳими таълимиву тарбиявӣ дорад. зеро танҳо дар сурати барқарор будани сулҳу суботи комил ва оромиву амният ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат аз ҷумла раванди таълиму тарбия ба таври мӯътадил идома пайдо мекунад. яъне амалӣ гардидани ниятҳои неки ҳар як инсон ва нақшаву барномаҳои созандаи давлату ҷомеа фақат дар шароити сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ имконпазир мебошад. баргузории рӯзи дониш ва дарси сулҳ ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифодагари рамзи соҳибдавлатӣ ва арзгузории воқеӣ ба илму маърифат аст. имрӯз на танҳо оғози соли нави таҳсил, балки ҷашни худшиносиву худогоҳӣ ва нишони иродаи қавии мардуми тоҷикистони азиз дар роҳи саодату шукуфоӣ мебошад. дарси сулҳ ки бо суханронии ҳикматомӯзи пешвои миллат ҳамасола оғоз мегардад, ба насли ҷавон дарси садоқату ватандорӣ, худшиносиву маърифат ва нерӯи созандагӣ мебахшад. маҳз дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат соҳаҳои илму маориф ҳамчун заминаи пойдории давлатдорӣ ва асоси рушду нумӯи ҷомеа дар маркази таваҷҷӯҳи давлат қарор дорад. сулҳ дар баробари дигар арзишҳои соҳибистиқлолӣ меҳвари аслии пойдории давлат ва ҷомеа маҳсуб шуда унсури асосии зиндагии осуда, хонадони ором ва пешрафти ҷомеаву давлат мебошад. сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллие ки дар ватани маҳбубамон таъмин гардидаанд бо ҷонбозиву фидокориҳои фарзандони бонангу номус ва бароманди миллати тоҷик ба даст омадааст. аз ин рӯ арҷгузорӣ ба сулҳу ваҳдат ва пойдории он ҳамасола дар оғози соли нави таҳсил пураҳамият, ба маврид ва амри қобили таваҷҷӯҳ мебошад. мо мардуми тоҷик ба қадри сулҳу оромӣ ва зиндагии осоишта мерасем. онро неъмати бузург медонем, зеро мардуми тоҷикистон
حیات آسوده را با بهای نهایت گران به دست آوردند. محض با سبب آنکه صلح و آرامی برای زندگی انسان اهمیت حیاتی دارد و خصوصاً در شرایط پرتضاد و زود تغییر آمده جهان معاصر ما باید به خاطر حمایه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، اینچنین برای پیشگیری کردن تهدید و خطرهای زمان نو از قبیل تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری متشکل فرامرزی و دیگر عامل‌های خطرزا بیش از هر وقت دیگر سهمگزار باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان از نخستین روزهای به حیث سروری دولت تاجیکستان انتخاب شدند معارف را